خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و سلام به شما بینندگان عزیز شبکه وصال حق. خدا را سپاس میگم که باز در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از برنامه‌های تاریخ ناگفته صفوی ها. امروز ما میخوایم تاریخ پنجمین پادشاه این سلسله رو بررسی کنیم که بزرگترین پادشاه این سلسله بوده و موفق ترینش بوده و از ظالم تریناش هم بوده. این همون پادشاهی هست که شاه ایران، شاهی که برکنار شده، او رو شاه عباس کبیر لقب داده، شاه عباس بزرگ لقب داده و 42 سال پادشاهی کرده و دقیقاً 1000 سال بعد از وفات پیامبر، بعد از هجرت پیامبر، این مرد در کشور ما پادشاه بود. تقریبا یعنی 400 سال پیش، 380 سال پیش، کم و بیش. این همون کسی است که پایتخت رو از قزوین آورد به اصفهان و خیلی کارهای دیگه کرد که ما بررسی خواهیم کرد. شاه عباس اول اصلا در ایران فعلی زاده نشد، در خارج از مرزهای ایران کنونی یعنی در هرات به دنیا اومد و هرات شهری از شهرهای صفوی ها شده بود بعد از فتح و همونجا هم به اصطلاح به عنوان حاکم، برای که 2 ساله بود، رمزی حاکم بود و 14 ساله که شد در دعواهای تمام نشدنی بین قزلباش ها این رو برداشتن در مشهد. شاملوها، قبیله شاملو از قبایل قزلباش، از در قبیله قزلباشی که شاملو بود که قوی هم بود، این رو اونجا تاجگذاری کرد و در 18 سالگی یعنی سال 996 هجری قمری به پایتخت که قزوین بود حمله کرد و پدر خود رو برکنار کرد. پدرش همون محمد خدابنده بود که داستانش رو در جلسه قبل گفتیم و عرضم به حضور شما که کمی نابینا بود. پدر خود برکنار کرد و در بازداشت خانگی یا بگیم زندان نگاش کرد و خودش به جای اون نشست. اولین اقدام مهمی که این آدم کرد، مثل بقیه پادشاهان قزلباش، به جون خود قزلباشا افتاد و 18-19 تا از سران قزلباش رو که مخالفش بودند و نمیخواستن ایشون قبل از مرگ پدرش پادشاه بشه کشت و قتل عام رو شروع کرد و این قتل عام رو در 42 سال حکومت خود ادامه داد همراه کارهای دیگه. 3 سال بعد از به پادشاهی رسیدن پیمان خیلی مهم استانبول رو امضا کرد. پیمان استانبول به این خاطر بود که پادشاهان عثمانی که حالا روز به روز قوی‌تر می‌شدن به مرزهایی که ایران کنونی هست هم قانع نشدن. تبریز را هم گرفتن در زمان پدرش و برادرش به اصطلاح حمزه میرزا در مقابل برادرم شاه عباس یعنی ولیعت، در مقابل
عثمانی ها در حال جنگ بود، ولکن عثمانی ها او رو شکست دادن. خود تبریز رو هم گرفتن، در زمان پدرش کردستان رو هم گرفتن، کرمانشاه رو هم گرفتن، لرستان هم گرفتن، خوزستان هم گرفتن، تا نهاوند حتی جلو اومدن، یعنی به دروازه های قزوین رسیدن. لذا این چاره ای ندید و اونها دیگه خودشون به این پیشنهاد صلح دادن، خود اسپانیا، که شما اگه میخواید صلح کنید بیایید به دربار ما در استانبول. یعنی اینا رو با ذلت بردن در استانبول و در اونجا با اینا پیمان صلحی رو امضا کردن. در این پیمان صلح شاه عباس قبول کرد که تبریز هم و همه غرب ایران هم مال عثمانی‌ها باشه. گفتم قبل از این که کردستان و عراق عجم رو گرفته بودن، عراق عرب رو گرفته بودن و از روم و دریاچه ایوان همه رو گرفته بودن، حالا تا اینجا اومدن و برای ایران کجا موند؟ قزوین و اصفهان و نمیدونم شیراز و اینا. شاه عباس این پیمان رو امضا کرد و شاه عثمانی ازش خواست که با همین حمزه میرزا خواست که برادرش که بچه کوچیک خود رو که اسماعیل میرزا نام داشت رو به عنوان گروگان در استانبول نگه داره، بچه 3-4 ساله رو. گفت برای اینکه شما پیمان شکنی نکنید این بچه پیش من گروگان باشه و این ذلت هم اینا قبول کردن و به اصطلاح پسر ولیعهد حمزه میرزا، پسرش اسماعیل میرزا چند ساله رو بردن و در استانبول گذاشتن که این در 7-8 سالگی در طاعون مرد. یعنی این گروگان برای عثمانیان فایده ای نکرد، 7-8 ساله بود ایشون مرد و بچه مرد و میگن که اینا خوشحالم شدن که گروگان ما از بین رفت در دستگاه عثمانیان. ولی حمزه میرزا که مرد و حمزه میرزا در یکی از این جنگ‌ها مرد، برادر شاه عباس، پدر همین بچه. و شاه عباس که دیگه حالا با قزوین گرفته پادشاه شده، با اونا پیمان صلح رو امضا کرد و این قسمت خاک ایران رسما به عثمانی‌ها واگذار کرد. البته این تدبیر بعدها به نفعش تمام شد که خواهیم گفت چگونه. کار مهم دیگه این پادشاه کشتن برادراش، کشتن فرزندانش بود. میخوام به شما بگم که اینا چقدر وحشی بودن و چگونه ایران رو اداره میکردن. ببینید حضرت ابراهیم به خاطر این حضرت ابراهیم شد که حاضر شد به خاطر خدا پسر خود رو قربانی کنه. یعنی آخرین کاری که ممکن است یک مؤمن به اون درجه برسه و انجام بده، تسلیم بشه، این است که فرزند خود رو قربانی کنه برای الله. منتها اینها اینطوری از فطرت دور شده بودن که بچهای خودشو میکشتن. داستان کشتن پسر اولی صفی میرزا که ولیعهد شاه عباس بوده به این صورت بود که این بچه 29 ساله شده حالا و پادشاه به شک کرده و برادرش خود شک کرده که اونا رو کور کرده بوده، کور میکرده. و وقتی که میرفته از راه رشت، حالا رشت گرفته، اون داستان گرفتن رشت اونجا در وقت رشت و گیلان هم در دست شاه اسماعیل نبوده، شاه عباس نبوده، در دوره همین مرد گرفتن. حالا اونو بعد میگیم. به هر حال میخوام کشتن فرزندانش بگم. در رشت از بس که این آدم کشته بوده، سران قزلباش و سرداران چرکسی که در دستگاه شاه عباس بودن به پسرش گفتن که چطور است که ما تو رو پادشاه کنیم، ما تو رو پادشاه کنیم و پدرتو برکنار کنیم. ببینید این قزلباشا چرا خودشون پادشاه نمی شدن؟ به خاطر اینکه اینها دارای یک عقاید مذهبی بودن و فکر میکردن این عقاید درشون فرو رفت، در مغزشون فرو رفته بود که شاه اسماعیل و فرزندانش اینها یک ولایت خدایی دارن، اینها مقدس بودن، مثل پادشاه های امپراتور ژاپن برای ژاپنیا. لذا اینها وقتی از پادشاه ناراضی می شدن بازم از همین دودمان کسی رو به سر کار می آوردن. برای همین هم آخر به توسط قزلباشا این از بین نرفتن، توسط افغان ها از بین رفتن. صفی میرزا رو گفتن که نظرت چیه که تو رو به جای پدرت پادشاه کنیم؟ صفی میرزا جوانکی بود، وحشت کرد، رفت به پدرش این رسوند این حرف رو. پدرش اصلا به این بدگمانم بود. این حرفو که به پدرش رسوند، پدرش با خوشرفتاری باش برخورد کرد و ولکن شب میگه 3-4 بار جای خود عوض کرد و فردا به قرشقای فرمانده لشکرش گفت که پسر منو بکش. سپهسالار لشکر وقتی اینو شنید به پای پادشاه افتاد. گفت پادشاه تو گفت حالا آدم فهمیده ای بوده، گفت تو حالا پشیمون عصبانی هستی
من بگو که هر شمشیر خودم انداخت جلوی پادشاه، گفت خودت منو بکش و یا به من دستور بده که به همه جای دنیا بجنگم، اما پسر شما اونم ولیعت رو من نمیتونم بکشم، منو از این دستور معاف کن، چون که فردا شما پشیمان میشی و من بعد چجوری جلوی شما بیام. این کار قرشقای رو نجات داد. پادشاه گفت باشه، شاه عباس گفت باشه تو نکش. یک غلامی داشت به اصطلاح میر غضبش بود، 4 شانه بزرگ درشت استخوان، از همین گرجستان چرکسی بود، از شمال قفقاز بود، به نام اوزون بیگ، بهبود بیگ از اوزون بهبود بیگ بوده اسمش. این آقای بهبود بیگ رو گفت که تو برو بکش. این گفت چشم، دستور قبله عالم، فکر فرداش نکرد و رفت در کوچه های رشت. این صفی میرزا شاهزاده داشت از حمام میومد بیرون، سوار قاطر بود و کسی دیگه هم نداشت، فقط یک نفر قاطر با همراهش میورد که جلوی قاطر گرفت، گفت که صفی میرزا با فرمان قبل العالم تو باید کشته بشی. گفت من چه گناهی کردم تا حرفش تموم نشده؟ چند ضربه به سینه‌اش زد و کشتش و جسدش رو در شما میدونید شمال ایران منطقه مردابی و گلالود انداختش در بین گلها و رفت. وقتی خبر رسید به دربار و اومد به شاه عباس خبر داد که من کشتمش. وقتی خبر به مادرش رسید به شاه عباس حمله کرد، مادر همین پسر. اما چی کار میتونست بکنه؟ جسدش تا چند ساعت در همونجا افتاده بود تا شیخ بهایی، همون شیخ بهایی مشهور، همون شیخ بهایی که اولین کتاب توضیح المسائل که شما حتما تو خونه‌هاتون دارید، حالا برادران شیعه را عرض میکنم، خواهران شیعه را عرض میکنم، این توضیح مسائل از کجا پیدا شده؟ اولین بار همین شیخ بهایی نوشته. این شیخ الاسلام، یعنی آیت الله عظمای دربار شاه عباس بوده، از برای 4 تا پادشاه درباری کرده، با شیخ الاسلامی کرده، آیت الله عظما بوده، آخرش هم برای همین شاه عباس ظالم بوده که پسر خودش کشته و گفته اجازه بده که پسر شما رو من دفن کنم. گفت برو دفنش کن و اونو برداشت و شستشو داد و فرستادش در اردبیل که اونجا دفنش کنن. منتها منظور من این است که این شیخ الاسلام که بدونید علمای شیعه چگونه با پادشاهان صفوی کنار آمدن. اگه شما زندگی شاه عباس بخونید که شرابخوار بود، روزخوار بود، بیرحمتر بود، حالا من داستان بقیش بگم چجور میکشته و حتی به عمل قوم لوط و گرفتار بود که عکساش هست. من باز از دوستان میخوام که عکسش هم به شما نشون بدم، یعنی تصویرهایی که از اینا کشیدن، یعنی بدم نمیدونستن. با همچین آدمی این همراه و ملازم بود و براش و یک آدمی بود که به سیر جادو این شاه عباس عقیده فراوانی داشت. اون روزا بهش هم یک گنابادی نامی بود، منجم بود، همیشه باش بودین، خیلی به اون علاقه داشت. پدرش هم منجم پدراش بود، بچه‌هاش هم منجم بچه‌های صفوی‌ها بودن. همین گنابادی براش گفته بود که خطر شما رو تهدید میکنه. این دوچار اوهام شد، فکر کرد این خطر از طرف پسرش است و پسر خودو کشت. بعد از اون همین پسر اینه که یک بچه کوچیک بود به نام سلیمان میرزا، یعنی نوه خودش رو هم کور کرد که خیالش راحت باشه. همین سلیمان میرزا یک برادر دیگه هم داشت به نام سام میرزا. مادر سام میرزا در حرمسرا بچه خود از پدر بزرگش دور میکرد که مبادا چشمش به این بیفته اینم بکشه. یعنی فکر کنید چقدر وحشی بودن، هر کس دوست داره نوه خود ببینه. اما این زن بیچاره همین نوه رو از 11 ساله بوده، سام میرزا، این رو از جلوی چشم شاه عباس همیشه دور میکرد، میگه هرگز جلوی چشم پدر بزرگت نری که یه دفعه به یاد تو نیفته و تو رو نکشه. همیشه این رو در حرمسرا پنهان میکرده. همچین دوره‌ای بوده. یک همچین مردمی به ما حکومت میکردن که نوه از پادشاه میترسیده، بی دلیل میترسیده. بچه 11 ساله که کاری نکرده بوده، هم پسر خود کشته، هم نوه خود کور کرده. نوه‌ای که از چند طریق دیگه هم باش فامیل بوده، مادرش هم به اصطلاح برادرزاده همین شاه عباس میشه، مادر همین نوه. یعنی درجه بیرحمی رو ببینید. بعد از اون پسر دیگه‌ش رو، محمد میرزا رو، میخوام بگم که چجوری ایرانی‌ها شیعه شدن. خب بابا به پسر خود رحم نکنه دیگه ملت میدونه که اگه حرف قبول نکنه چه خواهند کرد. این حالا وقتی است که هنوز مردم کشور شهر ما، ایالت ما، گیلان و مازندران هنوز سنی نشدن ها، هنوز شیعه نشدن، در این دوره شدن. میخوام بگم هنوز همه ایران نشده بود. وحشیگری‌های شاه عباس، شاه اسماعیل بزرگ رو که ملحدین و ایران پرستا بهش شاه اسماعیل بزرگ میگن که ملت هموطناشون رو کشته، شاه عباس بزرگ که اونا بهش بزرگ و کبیر میگن تکمیل کرده. آدمی که پسر خودش کشته، آیا
افتخار داره که ما بهش بگیم شاه عباس کبیر. ما باید شأن کنیم به این لقب هایی که به پادشاهان ظالم دادیم. محمد میرزا طبعا از پدرش متنفر بود، اما چیکار کنه وقتی دید برادرش کشته، برادرزادش کشته. یه روزی بهش خبر دادن محمد میرزا ولیعت شد که آقا پدر شما در فرهزاد اونجا برای تفریح میرفته و استراحت میرفته مریض شده و مرده. خبر غلط بوده، مریض شده بوده نه مرده بوده. این میدونی چیکار کرده؟ این مجلس جشنی به پا کرده. بچه یعنی پدر انسان بمیره مجلس به پا میکنه. محمد میرزا مجلس جشن. پدرش از بعدی وقت این زنده شده و قدرت در دستش بوده، اومده همین پسر گرفته کور کرده. اینم سرنوشت 3 پسر داشته، 2 پسرش که خدا ازش برده بوده، در کودکی مرده بودن. میخوام بگم شومی دعایی که ملت ایران در حق اینا کرد به دربار، به درگاه اینها، به درگاه خدا قبول شده و قزلباشام یکی یکی درو میشدن. اینا بچهای خود میکشتن، بچه‌ها از مرگ پدر خود خوشحالی میکردن. اینطوری اینها متنفر شده بودن از همدیگه هم و همه از همدیگه. این که حالش خوب شده وقتی بهش خبر دادن دیگه، اونجا دیگه مردم که نبودن که پرده بندازن، همشون دیگه همین فاسد الاخلاق بودن درباریا. بعدش گفتن که آقا پسر شما جشن گرفت، پسر آورد کور کرد. برادر خودم قبلا کور کرده بود، پسر بزرگی که کشته بود نوه خود کور کرده بود. حالا موند یه پسر دیگه براش به نام امام قلی میرزا. امام قلی میرزا رو ولیعت کرد و خیلی به اونم علاقه نشون میداد چون یک پسر بود دیگه. مونتا بازم 1 سال بدونی که کسی دلیلش بفهمه دستور داد که اورم کور کنن. نه هیچ کس دلیلش هم نفهم. به نظر من دلیلش این بود که اولا دعای مظلومین اینا رو گرفته بود، دوم این دچار وسوسه اوهام شده بود، مال خولیا گرفته بود، به کسی اعتماد نداشت. انسان که پسر خودش بکشه اون آدم عاقل نیست. اکبرشاه پادشاه هندوستان دیگه خبرای این پادشاه بهش میرسیده، بهش خبر دادن که این پسر خودو کشته. در یک مجلسی تو تاریخ شما میدونید اون وقتا هندوستان مرکز فارسی زبانا شده بود، چون که پادشاهش از افغانستان هندوستان رو فتح کرده بودن و ادیب ها هم از ایران فرار کرده بودن، اونجا رفته بودن، یک حوزه زبان فارسی درست شده بود. در یک مجلسی گفت که من خیلی دوست دارم، حاضرم که پول فراوانی بدم و بدونم که این اکبرشاه میگه که این شاه عباس چرا پسر خودو کشته. کشتن پسر یک دافع خیلی قوی میخواد، یعنی رسوای عام خاص در دنیا هم شد. پسر سوم هم کشت و دیگه براش کسی نموند. نوه خودم کشته بود، یک همون نوهی که ازش پنهان میکردن همونو ولیعت خودش کرد، کسی نمونده بود. اینا رو همه رو پسر سوم خود کور کرد، ببخشید اول کشت، دوم سوم کور کرد، غیر از اول بقیه کور میکرد. و اینا رو که کور میکردم در قلعه علموت زندانی میکرد. یعنی تا اونجا چرا؟ برای اینکه زاد ولد نکنن، یعنی از زن محروم باشن، زاد ولد نکنن که مبادا باز در خاندان صفوی بچه‌ای پیدا بشه و وارث تاج تخت بشه. به شما گفتم که قزلباشا اینا رو مقدس میدونستن. این حماقت ببین که چه کسایی رو مقدس میدونستن. اینا میخواستن این تقدس دیگه زیاد پخش نشه، آل علی کم باشه به اصطلاح. خدا جالب بدونید که خود اهل بیت پیامبر میگفتن اینا. بله. باز حالا جالبه که همین سام میرزایی که 11 ساله بود اینو ولیعت کرده، همین که مادرش رو در حرمسرا از جدش پنهان میکرد که مبادا ببینش بکشه، همین که پادشاه شد، بعد که پدر بزرگش مرد و پادشاه شد، اسم اینم صفی میرزا گذاشتن. ببین چیکار کرد. اولین دستوری داد بگه میگه همین برادر منو، برادرش کشته شده بودن، همین عموهای منو به اصطلاح برادرزاده های منو، اینا رو همه رو بگیرید بکشید. در کور بودن. باز گفت که چون که کور هستن فایده ای ندارن، بهتر است که بمیرن. اونا تو قلعه علموت بودن که این آقا بهش خبر که بهشون به جلاد خبر رسید که دستور شاه جدید است که اونا رو بکشید. یعنی این بچه 11 ساله که با وحشت بزرگ شده، خودش دیده که برادرش کشتن، گریه مادرش دیده. چگونه است که وقتی به پادشاهی رسید همونطور بیرحم شده؟ هم کوری که تو زندانی بوده گرفته کشته برادر فامیلای خودشو، عموهای خودشو. یعنی پدر بزرگش پدرش کشته بوده، عموهاشو چیز کرده بوده، کور کرده بوده، اونا رو بکشید. میگه بی فایده هستن دیگه، کور هستن، بمیرن بهتره. این بیرحمی چی بوده؟ کی اینا رو تربیت میکرده؟ همون شیخ بهایی اینا رو تربیت میکرده. اون شیخ بهایی کی بوده؟ از بعلبک لبنان اومده بوده، با پدرش اون 13 ساله بود اومده بود و همونی است که
گفتم جامعه عباسی نوشته، خیلی کتابا نوشته. شیخ بهاءالدین آملی دیگه مشهوره، شیخ بهایی در ایران مشهوره. خب اینها معلمای جامعه ما بودن. اینها محمد تقی مجلسی رو، همین شاگرد این آقای شیخ بهایی محمد تقی مجلسیه، شاگرد محمد تقی مجلسی پسرش محمد باقر مجلسیه. محمد باقر مجلسی همون کسی هست که کتابای شیعه رو نوشته، حوزه های علمیه رو درست کرده. یعنی ما باید بدونیم که ریشه اینا در کجاست. این اتحاد شاه و شیخ، اون شاه ظالم و این شیخ ظالمتر، این بلا سر مملکت ما بود که یک عده وحشی رو که به همدیگه هم رحم نمی‌کردن، به همدیگه رحم نمی‌کردن، رو هم به برادر رحم نمی‌کرد. آقا پدر به پسر رحم نمی‌کرد، پسر به خاطر مرگ پدر جشن می‌گرفت. باز ما اینا رو میگیم شاه عباس کبیر، شاه عباس بزرگ. ببینید آقای احمدی نژاد، یونسکو اومده، یونسکو میاد هر جا که یک چیز تاریخی باشه اون رو میگه فرهنگیه، اون رو باید ما چیز کنیم، به اصطلاح ثبت کنیم. روزی که اینو ثبت میکردن به عنوان مراسم جشن ثبت جهانی مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی که تو همین قبرهای همینا توش هست، احمدی نژاد چی گفته؟ تا بدونید که ما هنوزم اون شیخ بهایی که شاگرداش که حالا دارن هستن، حوزه علمی است، ثبوت به شما بدم که اینا پادشاهان صفوی رو دوست دارن. به سخنرانی احمدی نژاد گوش بدید که در روزی که یونسکو اومد تا مجموعه صفی‌الدین اردبیل رو در اردبیل به عنوان به اصطلاح آثار فرهنگی ثبت کنه، اینطور گفت: شاه اسماعیل نمایندگی از حقیقت دین و دفاع از رسالت را بر عهده گرفت، ستونهای محکم را در کشور بنا نهاد که پس از 400 سال به انقلاب عظیم اسلامی منجر شد. یعنی میگه مؤسس انقلاب ما شاه اسماعیله. اعتراف میکنم شاه اسماعیل شما دیدید که من به شما در روزهای اول گفتم. دوره صفوی به گفته شاه اسماعیل به دوره صفوی، یعنی همین دوره‌ای که پدر پسر میکشته، پسر به مرگ پدر میرقصیده، آقای احمدی نژاد میگه دوره صفوی دوره‌ای بود که علما آمدند و اندیشه اسلام ناب را تا اعماق این سرزمین گسترش دادن. اسلام ناب اینا همینه. یعنی ما قبل از این اینطور اسلام نداشتیم که پدر پسر بکشه. ایشون میگه علما، منظورش همین بهاءالدین عاملی شیخ بهایی است. میگه شیخ بهایی آمد اندیشه اسلام ناب را در اعماق این سرزمین گسترش داد. یعنی شیخ الاسلام پادشاهی شد که بچه بازم بود، معذرت میخوام، روزه خورم بود، شراب خورم بود، اما پای پیاده به امام رضا میرفت. شاه عباس پای پیاده از اصفهان به چیز رفته. به کجا؟ به عرضم به حضور شما که مشهد. اما اگر بخونید تو تاریخ تو راه که شکار میکرده، مردم محلی رو مجبور میکرده به کارهایی که میکرده، تعجب میکنید که چرا به زیارت میرفته. رئیس جمهور گفت که مردم در دوره صفوی آزاد راحت بودن. به شما اگه تاریخ شاه عباس بخونید، جنایت هایی که این کرده، و روابط خوبی میان مردم و حکومت برقرار بود. مثل که حالا میگه روابط خوبی، میگه مردم دوره صفوی با پادشاهان خود داشتن. اینه کی داره میگه؟ اینو آقای احمدی نژاد در یک مجلس رسمی میگه. به شهردار اردبیل تصمیم گرفته که مجسمه شاه اسماعیل رو بسازه، در شهر نصب کنه، به خاطر قتل عام 20 شهر ایران. در حالی که اینها جنایتی که کردن هر کس میدونه. در همین اردبیل وقتی که شاه عثمانی تا اردبیل هم نزدیک شد، مردم اردبیل گفت شهر خالی کنید. گفتم اینا سیاستشون بود که شهر خالی میکردن. همه گو بیان بیرون از شهر. دیگه نمیگه این چه رنجی است، پیرزن چطور بیاد، پیرمرد چطور، هر کس میگه نمیاد بکشید. این دستور شاه عباسه. در کجا؟ در همین اردبیلی که این احمدی نژاد به اصطلاح از اردبیلی است. من نمیفهمم که چگونه است که این ملت تاریخ خود نخونده. این رئیس جمهوری کشوره. شاه عباس یک دیگه ببینید روابط خوب مردم رو با شاه عباس ببینید. این رو یک نفر جانگرد ایتالیایی می نویسه که شیخ احمد آقا میرغضب خودش رو فرستاد به شاه عباس، فرستاد به کجا؟ به گیلان، یعنی به استانی که من در اون زاده شدم. چون که باغیان اونجا مردم شورش کرده بودن علیه ظلم و اینا. چون که باغیان فرار کردن رفتن در جنگل، چیکار کرد؟ دستور داد که مردم رو قتل عام کنن. به نوشته تاریخ خودشون
زن باردار رو پاره میکردن، شکمش رو، بچهش رو سر میبریدن، سر نیزه میکردن. جنایت هایی که همین میرغضب شیخ احمد آقا کرد. خود تاریخ نویسای صفوی هم که تعریف میکنن گفتن که آدم اینقدر دیگه شاه نگفته بود که انجام بده، انجام داد. بازی میگه روابط مردم با شاه خوب بوده. پس شما امروز که کهریزک این چیزا رو میبینید تعجب نکنید. این مردم عقیده داره، این دولت ما عقیده داره که دولت صفوی کارش درست بوده. ببینید اینطور نوشته شده که تاریخ نویس صفوی چی نوشته؟ تاریخ نویس صفوی نوشته که بر هیچ یک از آن قوم رحم ننمود، حتی اطفال و اناس و شیخ و شاب آن جماعت را به تیغ بی دریغ گذرانید. منظورش مردم گیلانه. مردم گیلان تا حالا شیعه مذهب نشدن، یا سنی مذهب هستن یا زیدی مذهب هستن. و زید هم میدونید که زیدی مذهب ها به ما نزدیک بودن. چون علی بیگ رهبر مخالفان در آن بیشاه گرفتند، با متابعانش بدین صورت به قتل رسانیدند که دو درخت نونهال را که قریب به یکدیگر بود یافته به زور به یکدیگر نزدیک می‌کردند. بر یکی از آن دو درخت یک پای و بر دیگری پای دیگر این فرد آن جماعت را می‌بست. یعنی دو تا درخت می‌گرفت اینجوری به هم نزدیک می‌کرد و پاهاشون با درخت زور داره از هم دور می‌کرد، اینا رو به اصطلاح پاره می‌کرد. این روابط خوبی است که آقای به اصطلاح نقاوت الآثار فی ذکر الاخیار اینکه اینو نوشته، به اصطلاح محمود ابن هدایت الله نطنزی مورخ دوره صفوی هست. این همون روابط خوبی است که آقای احمدی نژاد میگه صفوی ها با مردم خود رابطه خوبی داشتن. در میرزا حسن بیگ جنابزی مورخ دوران شاه اسماعیل صفوی خودش اینو می‌نویسه. ببینید چی می‌نویسه و شکنجه رو می‌نویسه. و زمره دیگر از این قبیل که در فرمان جارچی باشی به سر می‌بردند، مسما به چیگین یعنی گوشت خامخور. چیگین یعنی گوشت خامخور. و آن فرقه نیز آلت سیاست و غضب بودند که گناهکاران واجب التعزیز را از یکدیگر می‌ربودند. و عنف یعنی بینی و اذن یعنی گوش ایشان را به دندان طمع قطع نموده و بل می‌فرمودند. یعنی اینجور شکنجهگر داشته که چگین نامشون بود، خامخور بودن، زنده آدم رو می‌خوردن، اول دماغ و بعد گوش می‌خوردن، بعد سایر اعضای بدن، اعضای مخصوصه رو. دیگه خود شما متوجه باشید من چی میگم. این همون مردمی این در زمانی که در زمان شاه عباس و نویسنده خود میرزا حسین بیگ است که مورخ دوره صفوی است و داره تعریف هم میکنه، میفرمودن، تناول میفرمودن، بله میفرمودن، یعنی میگه کار درسته میکردن چون اونا واجب التعزیز بودن. خب باز میگه دولت رابطش با مردم خوب بوده. حالا شما باید بفهمید که حالا رابطه ما مردم با دولت خوبه که کهریزک دارن. منظورش اینجوریه خوبه دیگه. و همچنین بقیه اعضایشان را با دندان انفصال داده و میخوردند. یه نفر نبودن دیگه، 20 نفر بودن. فکر کنید که 20 تا لاشخور بیفته سر یک جسد. خب بعدی که دماغ و گوش و جای مخصوصش میخوردن و بیچاره میمرد دیگه. بازم دیگه چی میکردن؟ بقیه اعضایشان را به دندان انفصال نمود، یعنی با دندان جدا میکردن از هم، مثل سگ، مثل بگم گرگ. و چی میکردن؟ و میخوردند تا حیات از آن گروه مسلوب میگشت. و این جماعت لباس مخصوص داشتن. این جماعت یعنی این چگین‌ها لباس مخصوص هم داشتن، یک لباس مخصوصی داشتن و یک هیبتی داشته باشن، ملت از اینا بترسه و روابطش رو با شاهان صفوی خوب کنه. این اعتراف آقای احمدی نژاد است که میگه شاهان صفوی با مردم خود روابط خوبی داشتن. این یک در هزار هم نیست از جنایت‌های اونا. پس ای ملت متوجه باشید که شیخ بهایی، محقق کرکی، محمد تقی، محمد باقر مجلسی، اینها همونایی هستن که فعلا دنباله اینها حضرات علمای عظام هستن. و آقای احمدی نژاد هم دیگه شاخه سیاسی شه. فراموش نکنید احمدی نژاد هم مورد تایید این ملا هاست. یعنی وقتی احمدی نژاد داره از صفویات تعریف میکنه اونم به این صورت، یعنی داره آقای خامنه ای تعریف میکنه، یعنی داره مرجع تقلید ولی فقیه میکنه، یعنی داره آیت الله عظما تعریف میکنه، یعنی داره حوزه علمی قم تعریف میکنه. و شما بدونید که اگر امروز قرن 20 نمی بود و 21 نمی بود و این دوربینا نمی بود و این روابط نمی بود، همونطور پوست شما رو میکندن. حالا دیگه کم پنهانی مجبورن این کار انجام بدن. پس مواظب باشید که با چه گروهی روبرو هستید. خب این شاه عباس ما گفتیم که پادشاه خیلی بزرگی بوده
واقعا هم پادشاهی بوده که تونسته دوباره همین مناطق بگیره، حالا بهش میرسیم. چگونه تونسته این پادشاهی با این ظلم عظیم، مردی که بچه‌ش رحم نمی‌کرده، تونسته موفق باشه؟ بزرگ یعنی موفق، منظور از نظر من، از نظر اونا بزرگ یعنی قهرمان، از نظر به اصطلاح سلطنت طلبا و به اصطلاح کسایی که مدعی ایران دوستی هستن دروغ میگن. اگر شیعه ها، علمای شیعه دوستدار حضرت علی باشن، این ناصرین الاسلام که میگه ما ایران دوست هستیم هم دوستدار ایران هستن؟ هرگز نیستن. اگر دوستدار ایران می بودن هرگز شاه عباس، شاه اسماعیل رو تعریف نمی‌کردن. کسی که شهرهای اینا رو ویران کرده مگه میشه قابل تعریفه؟ به هر حال اما علت موفقیتش چیست؟ از اون ما میتونیم یک درس بگیریم. این آدم یک کار خوبی کرده، او این است که سعی کرده بازرگانی رو رواج بده. همین شاه عباس برخلاف چهار پدر خودش، جدای خودش، این فقط بیرحم نبوده، همراه بیرحمی خوبی داشته. آبادی کشور کوشیده، ظاهر شهرها رو خوب کرده. پایتخت خودش از قزوین آورده اصفهان تا اینکه از ترس به اصطلاح اول پایتخت صفوی‌ها در تبریز بود. وقتی که عثمانی‌ها نزدیک شدن به کردستان، تبریز آوردن قزوین. وقتی که تبریز گرفتن و قزوین نزدیک شدن، از قزوین آوردن اصفهان. اصفهان پایتخت شد بود، اما اصفهان آباد کرد، تقریبا 600,000 جمعیت داشت و در اون راه‌های زیادی درست کرد در ایران. از اردبیل تا به اصطلاح خراسان یک راه درست کرد که راه بازرگانی شد. این راه قبلا بود، نابود شده بود، احیا کرد. از مشهد تا تهران تا اصفهان راه درست کرد و کاروانسراهای زیادی درست کرد و راه‌ها را امن کرد. راه که امن باشه، هرچند که مالیات می‌گرفت، راهبندان درست می‌کرد، ولی در ازاش امنیت آورد و مردم تونستن تجارت کنن. این باعث شد که وقتی تجارت باشه، آزادی باشه، در اقتصاد آزادی گذاشت، آبادی شد. آبادی که باشه، حکومت چقدر هم که ظالم باشه در جای خود هست. علتی که این تونست به اصطلاح 42 سال هم حکومت کنه با این جنایتاش، با کشتن پسر و نوش، حتی خاطر این است که در عوضش این در آبادی کوشید. اصفهانو نصف جهان کرد، به اصطلاح مشهور شده بود، هرچند که اغراق است اما آباد کرده بود. این رو باید از حق نگذاریم که تجارت ابریشم رو هرچند که به دست خودش داشت اما رونق داد. خیلی چیزا رو وقتی که این گیلان گرفت گفت که همه گیلان ملک منه. مردم گیلان مالکیت خصوصی رو الغا کرد. همین شاه عباس، همه باید برای شاه کار می‌کردن، همه برده شاه شده بودن. همه برده شاه شده بودن و این باعث شد که اینها بتونن چیز کنن. منتها یک کار دیگه کرد که در ضمنی که به نفعش بود، به ضرر صفوی‌ها تمام شد. اون کار چی بود؟ این فهمیده بود که آقا قزلباش‌ها فقط از فرماندهای خود پیروی میکنن. قبیله‌ای بودن دیگه، میگفتن وحشیایی بودن که از آناتولی اومده بودن. این اومد یک ارتش منظم درست کرد. یک ارتش منظم درست کرد که در آخر عمرش به 100,000 رسید. شاهسون نامش گذاشته بوده، یعنی شادوست، ارتش شادوست، مثل گارد شاهنشاهی زمان شاه خود ما. و این ارتش رو تونست، با این ارتش دیگه خطر قزلباشا کم شد. اما این ارتش هم بیشتر از ارمنی‌ها و گرجی‌هایی بودن که مسلمان شده بودن. جالبه که این ارتش از ایرانی اصیل کم بودن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یعنی از ایرانیایی که سنی بودن و شیعه شدن، برای اینکه اونا دیگه اگر سنی بودن شیعه شده بودن مجبورن دیگه در دل خودشون میدونستن که این پادشاه ظالمه و ارزشی نداره که آدم دراش جنگ کنه. لذا ارتشش هم از ارتش اولش خب از ترکای آناتولی بود، ارتش به اصطلاح قزلباش. ارتش دومش هم خودشون میدونستن که در ایران جایگاهی ندارن، از گرجی‌ها و ارمنیایی بود که اینها شیعه کرده بودن، به اونها اطمینان داشتن، چون که اون مستقیما از مذهب مسیحی داخل شیعه شده بود. اونقدر فرق هم با هم نداره دیگه در قبر پرستی و اینا. لذا به اونها بیشتر اطمینان داشتن. و دیگه اینکه پادشاهان، یک نفر سردار انگلیسی، 2 نفر به نام آنتوان و رابرت شلی رو برای این فرستاد برای شاه عباس، چون که اونا در حال جنگ با شاهان عثمانی بودن. این زرنگه انگلیسی ها از 400 سال پیش بوده و اولا امتیازی گرفتن به خاطر بازرگانی، دوم این 2 برادر برای این شاه اسلحه گرم ساختن. چرا؟ میدونستن که این با شاه عثمانی دشمنه و حالا ضعیف شده، خواستن قویش کنن. این قوی کردن مسلمان‌ها در مقابل یکدیگر سیاست نصاراست که موفق بوده
و در این دو انگلیس هم همین کار کرد. این دو تا برادر که از رای عثمانی اومد از رای بغداد خود رسوندن به ایران و خود معرفی کردن، گفتن آقا ما یه هنر داریم میتونیم توپ بسازیم و ما کمکتون میکنیم. و اینها هم شاه عباس این زرنگی هم داشت که از این دو نفر نهایت استفاده کرد و ارتش خود رو به سلاح گرم مسلح کرد. اما اونا چرا به این کمک کردن؟ به خاطر اینکه میدونستن که این اگر قوی باشه با شاه عثمانی خواهد جنگید و پادشاه عثمانی که میخواست همه اروپا رو فتح کنه متوقف خواهد شد. این ببینید همیشه این رو اهل کتاب با ما میکنن. وقتی که جنگ ایران و عراق بود به هر طرف که کمک ضعیف میشد کمک میکردن تا جنگ ادامه پیدا کنه 8 سال و بدبختی برای هر دو ملت رو به ارمغان آوردن. حرفای ناگفته در مورد شاه عباس صفوی زیاده. من در مورد کارهای خلافی که این آدم انجام داده، به اصطلاح شرابخوریش در ماه رمضان در کلیسا، یه چیز جالبیه، در ماه رمضان رفته کلیسا، بازدید کلیسا، سفیر پاپ هم همراهشه. این پاپی که حالا پاپ نمیدونم چندمه، بندیکت 16 که اون دوره هم پاپ داشتن، با پاپ رفته کلیسا، اونجا مراسمشون بوده، گفتش این چیه؟ گفتن این شرابه، شراب مقدسه، گرفته در روزور ماه رمضان خورده و بزرگان دربارم که باش بودن به اونا گفت شما هم بخورید. تو تاریخ خودشو نوشته، نه تو تاریخ ایتالیایی نوشته. باز در گوش همین سفیر گفته که شما به پاپ رسیدی، این کار منو براش گزارش کن. یعنی به پاپ بگو که بابا من عقیده ندارم به اسلام، خب از سر مجبوری اسلام دارم. و گفتم عکسش هست که در حال نوازش یک بچه است که در حال او داره به شراب میده. منظورم و امیدوارم که دوستان بتونن نشونتون بدن، منظورم این است که مجموعی از فساد اخلاقی بوده، اما وزیر شیخ الاسلامش، کسی که اینو مدد میکرده، کسی که برای این توجیه میداده تا آخر باش بوده، کی بوده؟ بهاءالدین عاملی، شیخ بهایی مشهور که شما میشناسیدش. حالا من از شما یک سوال میکنم، مگر من میتونم 40 سال یک همچین آدمی رو تحمل کنم که پسر خودشو میکشه، برادر خودشو کور میکنه، بچه خودو کور میکنه، نوش ازش میترسه، تو خودشو تو بین زنا پنهان میکنه، و شراب میخوره، در ماه رمضان میخوره، بچه بازی میکنه، باش میره مشهد؟ مگه میشه؟ مگر اینکه منم اخلاقم فاسد باشه. من یاد یک داستانی افتادم، دوستی داشتم به نام فراس، یک وقتی در جایی صحبت میکردیم، وقتا در مشکلم بودیم، اینم او هم در مشکل بود. گفت آقا من اگر میگه حالا در سوریه بودم، سوری بود، از اهل شام بود سوریه، گفت اگر من حالا در سوریه میبودم من ژنرال میبودم. من عصبانی شدم، گفتم خاک بر سرت کنه، خب میبودی ژنرال میشدی، حالا مسلمان‌ها رو دعوت میکردی تو کشورت یا کودتا میکردی، همین حافظ آزاد بود اون وقت، حافظ آزاد سرنگون میکردی که ژنرال میشدی و حافظ آزاد سرنگون میکردی، باز حالا کشور یک 4 روز باش مدارا میکردی، کشور میگرفتی. عصبانی شدم، چون در اون وقت گفتن که من ژنرال بودم، در اون وقت یک به اصطلاح آبدارباشی هم قدرت نداشت به اندازه، هیچی نبودیم، در مشکل بودیم. گفت آخر اینجوری نمیشد. گفت اونها در یک سطحی افسرا رو میگن که با زنات بیا در مجلس رقص، باز با زن من میگه اون میرقصه، میگه من چجوری قبول کنم؟ که چجوری من قبول میکردم؟ دیگه منم ساکت شدم، راست میگفت. خب باز اینت شما فکر کنید که چگونه ممکن است که شاه عباس صفوی با این همه فساد، شراب خوریش و نمیدونم این همه عیبایی که داشته، این شیخ بهایی در مجلسش حاضر میشده دیگه؟ به نظر شما در منکرات او جرأت داشته؟ شاهی که پسر خود کشته جرأت داشته بهش بگه که من در منکرات با تو شریک نمیشم؟ مثال وقتی که با این شاه با اون کلیسا رفته، شاه به همه اطرافیان گفته شراب بخورید، تو این اطرافیان آیا ملایی نبوده؟ اصلا این ملاهای بزرگشون که شیخ الاسلام بوده؟ یقینا بوده. پس شما از رفیق انسان بفهمید که آدم چجوریه. شاه عباس زندگیش معلومه، شیخ الاسلامش، مفتی اعظمش همین حضرت آقا بوده که تو مجلساش بوده. لذا یقینا این هم، چون که اینا اصلا از ایران نیومده بودن که، اینا از بعلبک لبنان اومده بودن، ریشه و اینا معلوم نیست که اینا اصلا خودشون چی بودن. اینا مذهب شیعه رو آوردن، اما کی میتونه ثابت کنه که اینها اصلا مسلمون بودن؟ در یک دوره ممکن است که اینها عقیده خود عوض کرده بودن، چون که اینا به اباحیگری عقیده داشتن و خیلی چیزایی که حرام بود رو حلال میدونستن. شراب رو، حالا شاه عباس چرا شراب میخوره؟ برای اینکه عقیده داشته که شراب حلاله و دیگه کارهای دیگه. فکر میکنم برای امروز به اندازه کافی صحبت کردیم. دنباله و آخرین قسمت زندگی شاه عباس رو
شاه عباس اول رو در برنامه بعد خدمت شما عرض می کنم. تا برنامه دیگر، الله یار یاور شما باد. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.